جنت که رضای ما در آن است، در زیر قدوم مادران است. مادر آن سرچشمه جوشان حیاتی است که هستی ما را از فیض خود شاداب می گرداند. مادر سرچشمه مهر و محبت، شوکتی بی کنار، نور هر یک خاندان ما به شما هست. مادر، توی آن ماه درخشانی که با نور مهربارت شبهای تیره و تاریک ما را روشن می سازی. مادر، تو آفتابی در زندگی که ما را گرمی و روشنایی می بخشی. مادر، زندگی از تو آغاز می شود و دنیا از بوی مقدس تو عطرآگین است. مادر، بانوی هر یک خاندان و حسن بخش زمین و نصرت بخش تمام روح انسان است. مادر، سفیدی موی سرت برای فرزندانت راه سفیدی زندگی است. مادر، نفس تو نسیمی است که آرامش را در جان و تن ما جاری می کند. مادر، چهره نورانی تو برای ما عزیز و مقدس است. مادر، دست نوازشگری تو تسکین بخش ما در لحظه های دشواری زندگی است. خداوند عمرت را پر از برکت و تنت را سالم و راحت را روشن و آخرتت را آباد بگرداند. عزیزان و بزرگان عزیز، به قدر مادر و به قدر خوبی های مادر برسیم پیش از آن که خداوند این گوهر قیمت را از ما به شما می ستاند. انسان تا یک نعمتی را از دست ندهد به قدر اون نعمت نمی رسد. لذا ما و شما به قدر مادران برسیم و از اونها دعا بگیریم و اونها طوری از دنیا رحلت بکنن که از ما و شما غمگین و رنجیده خاطر نباشند. السلام علیکم.